قدرمند و متاسفانه آغا وخت رهبرانو ملت سرم بی وفایی وکړه، د الله دین سرم بی وفایی وکړه، د الله قرآن سرم بی وفایی وکړه، دنیا ته مایل شل، په خپل مابین کې د کورنۍ جنگونه شروع شو، ملک طوایفي شروع شل، په مزار او بلخ کې یو حکومت، په جنوب کې بل حکومت، په مشرقي کې مستقل حکومت، په شمال او شمالي کې مستقل حکومت، بنام قومی و عصبیت و بنام سمتیت و بنام زبانی و لسانی اهداف خود را پیش می بردن. وقتی که در مقابل شر و فساد اولاد فرزندان ارجمند شما از مدارس به هدف تنفیذ نظام اسلامی از مدارس و از دارالعلوم رخصت میشن، سباقای و کتابا را بالای طاق میمانند، میگن اکنون نظام اسلامی تنفیذ فرض از در کشور ما، بعد از او با سباقها را خواندیم. بر مقابل شر و فساد جهاد را اعلان نمودند و علما و شیوخ تشریف فرما هستند. علت جهاد صرف و صرف محض کفر شرک نیست، علت جهاد شر و فساد و فتن را از بین بردن است. اگر تنها علت جهاد کفر و شرک می بود، باز همراه کفار صلح و آشتی در نظام اسلامی تصور نمی بود. و ما شما امثله و نظایر داریم که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم همراه کفار صلح و آشتی کردن و کسایی که دنبال میزنن به فتن و تخریب میکنن نظام اسلامی را و درس پیدا میکنن در مابین ملت اسلامیه، بوی فرقواریت و گروه بندی میشه، تعفن و بدبویی میآید. بر علیه قیام جنگ جهاد فرض عین. آنها اشخاص کسایی که از نظام اسلامی بغاوت میکنن آنها را باغی و گفته میشه. دفاع دل فتنو شیطان پر مخکس پر، امر بالمعروف نهی المنکر، امر بالمعروف نهی المنکر.